تورنتو، شهری که برای خیلی ها کعبه آماله، یکی از بهترین شهرهای دنیا برای زندگی، مخصوصاً برای خانواده‌های مهاجر. بیش از نیمی از جمعیت تورنتو رو مهاجرا تشکیل میدن، جایی که به رنگین کمان فرهنگ‌ها معروفه، خانه ده‌ها هزار ایرانی مهاجر. کانادا، این سرزمین مهاجرپذیر و سردسیر، در سالهای اخیر به یکی از مقاصد اصلی مهاجران ایرانی تبدیل شده، به ویژه متخصصان، تحصیل کرده ها و البته مهاجران اقتصادی، کشوری با امکانات رفاهی، تحصیلی و کاری مناسب. به سفرهای درازی رفتم. در تورنتو رد پای ایرانی ها رو در گوشه و کنار شهر زیاد میبینیم. کافی سری به خیابان یانگ بزنیم، بلندترین خیابان دنیا که از وسط شهر میگذرد. شهری با خیابان‌های عریض و ساختمان‌هایی سر به فلک کشیده. و این هم پاتوق ایرانی‌های تورنتو، منطقه‌ای که حالا معروف شده به تهرانتو، جایی که در و دیوارش پر است از تابلوها و تبلیغات تجاری، از مغازه‌های چلو کبابی گرفته تا صرافی، تا خیاطی، تا قنادی. همینطور که راه میری اینجا پر از فروشگاه‌های ایرانی با محصولات ایرانی و حال و هوای ایرانی. دود کباب به راه است و صدای ساز و آواز بلند. با غذاهای رنگارنگ سفره ایرانی، همه چیز رنگ و بوی ایران به خود می‌گیرد. حتی نانی که از تنور بیرون میآید. تو مغازه‌های ایرانی تورنتو همه رقم نونی پیدا میشه، از بربری گرفته تا تافتون و لواش و نون خراسونی و خلاصه همه رقم نونی. اینم امروز تازه داغ از تنور اومده بیرون، نون بربری تازه. یه تیکه بخوریم ببینیم. محصولاتی با مشتریان پرپا قرص از نقاط دور و نزدیک. بی حکمت نیست که بعضی تهرانتو را به بندناف ایرانیان مهاجر تعبیر می کنند. تهرانتو که الان در قلبش در واقع نشستیم، در اون مرکزش نشستیم و این فضا همه ما رو احاطه کرده، در واقع اون جفتیه که جامعه مهاجر ایرانی رو به مادرش که سرزمین مادری و زادگاهش باشه داره پیوند میزنه. زبان شیرین فارسی همه را اینجا دور هم جمع کرده. هفته یک بار برای خرید میایم، به خاطر که اینجا هم زبانای ما هستن. من اهل افغانستان هستم. اینجا راحت از خرید، راحت از ارزان است. اینجا که میام خیلی منو یاد ایران میندازه، مخصوصا به خاطر کارکنای ایرانی که داره، به خاطر محصولات ایرانی که داره. از وقتی اولین ایرانی‌ها چمدان‌ها را بستند و راهی کانادا شدند، حدود 40 سال می‌گذرد. تعداد مهاجران ایرانی که تا اواخر دهه 70 میلادی به 5000 نفر هم نمی‌رسید، با انقلاب ایران جهشی چشمگیر داشت. یه عده که خب پولی داشتن، امکاناتی داشتن، اومدن اینجا سرمایه گذاری کردن. بخش عظیمتری برای در حقیقت فرار از شرایط ناخوشایندی که در ایران بود، سیاسی، اقتصادی، خیلی کارشون از دست داده بودن. عده زیادتری به عنوان پناهنده و به اصطلاح فرار از سرکوب سیاسی اومده بودن بیرون، یا آدمای سیاسی تشکیلاتی بودن. عده زیادی به خاطر بچه هاشون اومدن. یعنی ما پدیده مهاجرت ایرانی در حقیقت پدیده بعد از انقلاب هست. جامعه ایرانی‌های کانادا از آن زمان رو به رشد بوده. این رشد کمی و کیفی را همه جا می شود دید، حتی در تعداد نشریاتش. بی تردید یکی از ویژگی‌های جامعه ایرانی‌های کانادا داشتن تعداد زیادی از نشریات و مجلات هفتگی و ماهنامه هاست که روز به روزم به تعدادشون اضافه میشه. الان مثلا این یکی رو که برمی‌داری، البته خب اینا پرند از آگهی‌های تبلیغاتی. جامعه ایرانیان تورنتو به لحاظ اقتصادی که از جوامع ایرانی بزرگ دنیا است. در مجموعه شرکت هایی که ساختمون سازی در کانادا میکنن، ایرانی ها ششمی هستند. این خودش یکی از عرصه هایی که میتونه به تولید فکر، فرهنگ و شاید گاهی اوقات تولید انبوه. برای همینه که من فکر میکنم که طبیعی است که در جامعه‌ای که دارای این تنوع هاست نشریات متنوع هم باشه و در اینجا شاید بیش از هر جایی از جهان ایرانی شما نشریه رایگان هفتگی با حجم خیلی بزرگ هم ببینید. ای وطن ای ریشه من، ای وطن ای
اندیشه من گور من اندیشه. در راستای مغازه‌های ایرانی تهرانتو اگر شانس بیاورید به صاحبان هنر هم برمیخورید، مهاجرانی که هنوز قلبشان برای ایران میتپد. فریبا صحرایی، BBC. قطره اشکیو بر سر مژگان